سالها پیغام ذخیره شده داریم. کوپر، پیام های 23 سال اخیر. از اول پخش کن. سلام بابا. گفتم یه حالی بپرسم و سلامی بکنم. شاگرد دوم کلاس شدم. هرچند که خانم کارلینگ بهم نمره متوسط داد و معدلمو کم کرد، ولی دومم بد نیست. بابا بزرگم تو مراسم فارغ التحصیلیم شرکت کرد. راستی با یه دختر خانم آشنا شدم. خب فکر میکنم دختر رویاهامه. اسمش لوئیسه. اینهاش معرفی ماشین بابا بزرگ رو دزدید. باهاش تصادف کرد ولی حالش خوبه. سلام بابا. اینو ببین، پدر بزرگ شدی. اسمش جسیه. میخواستم اسمشو کوب بزنم ولی لوئیس گفت شاید بچه بعدی. دونالد میگه مهم نام خانوادگی که به ارث برده، پس اسمش شو جسی. برو بغل مامان، برو. عزیزم بگو خداحافظ پدر بزرگ. ای جونم. ببخش که مدت زیادی پیغام ندادم. آخه درگیر بیماری ریوی جسی بودم. بابا بزرگ هفته پیش فوت کرد، پشت مزرعه کنار مادر، و جسی دفنش کردیم. جایی که اگه یه روز برمیگشتی تو رو همونجا خاک میکردیم. عرفم تو مراسم ختم بود. زیاد نمیبینمش ولی برای مراسم اومد. میدونم که این حرفا رو نمیشنوی. همه این پیغام ها فقط اون بالا تو تاریکی سرگردون میشن. لوئیس میگه باید بی خیانت بشم. بنابراین فکر کنم بهتره که فراموشت کنم. نمیدونم کجایی بابا، ولی امیدوارم در آرامش باشی. خداحافظ.